یک نفری دایم بانگ استراب میزند، از داخل کشور گپ میزند و درباره کمبودی های حکومت نقل و روایت میکند. اونا اکثر چون افسانه ها هستند، نقل و روایت هستند، بی پایه هستند. محمد اقبال صدرالدین است. این مبلغان حدس و تخمین میزنند، بیرون از وطن هستند. یگان اندیشه سالم در ذهن و در خاطر آنها نیست. اونا میخواهند که این ملتی در طول تاریخ بسیار جبر دیده را در زمان صاحب استقلالی، در زمان نموی کشور، در زمانی که تاجیکستان در ردیف دولت‌های متمدن جهان زینه به زینه پیش می رود، باز به یک کشور خرابزار، باز به یک کشور ناآباد، باز به یک کشور جنگ زده تبدیل دیدن. سخنها بی پایه، بی ربط، بی نظام. هر چیزی که اونا میگویند من همچون یک شخصی صاحب معلومات نگاه میکنم و تحلیل میکنم و هیچ وجدانم، ایمانم، اسلامم اون چیزها رو قبول کردن نمیخواد، چون که در آنها مغز و معنی نیست، در آنها یک فکری سازنده نیست، فقط هدف یکیست: ناآرام کردنی یک سرزمینی بهشت آسا.